ما که سلفیت اختیار کردیم، بعد ما قسم به خاطر پول اختیار نکردیم. ما سلفیت به خاطر حق بودنش اختیار کردیم. کدامتان به خاطر پول اختیار کرد؟ راستتان بگوید، به خاطر حق بودن اختیار کرده یا نه به خاطر پول و پیسه و غلام و نوکر کسی؟ به خاطر حق بودن. از زمین جمعیدیم، از زمین جمعیدیم، از این منبر مباهله کردن میکنیم قدمی مردم که لعنت الله سر غلامای استعمار و غلامای خود فروختن و به لعنت ما مردمی هستیم. انشاءالله در منهج و حرکت ما از ما خدشه را پیدا کردن نمیتونه، اما بیا پیش همراه ما که ما غلام بودن شما را ثابت بسازیم. ما به جز از اینکه این ملت مظلوم که سالا در جنگ سوخت، از قرآن دور شد، از حدیث دور شد، زن و فرزند ما مسائل دین نمیدانه، توحید نمیدانه، ما به خاطر خدمت اولاد این وطن قرآن باز کردیم، حدیث باز کردیم که ملت ما از دین واقعا خبر شود. لیکن شماسته که جلوی ما را گرفته رئیستی از حکومت تقاضا میکنیم چه گناهی ماست